قاعدتا خونه باید امن‌ترین جای دنیا باشه برای آدم. تنها جاییه که به دور از همه خطرات دنیا میتونی گاردتو بیاری پایین. ولی خب این موضوع همیشه صدق نمیکنه. یه خانواده توی کالیفرنیا وقتی داشتن دختر کوچولوشون رو با برادر بزرگترش توی خونه تنها میذاشتن، اونا هیچ وقت حتی تصورش هم نمیکردن که به وحشی ترین روش ممکن مورد آزار و شکنجه قرار بگیره. لیلا فاولر توی محله ولی اسپرینگز کالیفرنیا همراه پدرش بارنی فاولر و نامادریش کریستال والترز و 6 تا خواهر برادر دیگرش زندگی میکرد. توی تاریخ 27 آوریل 2013 وقتی بقیه خانواده رفتن که یه بازی محلی بیسبال رو تماشا کنن، لیلای 8 ساله تنها توی خونه تحت مراقبت برادر بزرگترش آیزیا موند. نزدیک عصر بود که پلیس کالیفرنیا یه تماس از یه زن با حال پریشون دریافت کرد. این زن ادعا داشت که یه دزد وارد خونش شده در حالی که پسر خونده و دخترش توی خونه تنها بودن. این تماس از طرف کریستال والترز بود. اون به پلیس گفتش که دخترم حالش خوبه ولی خیلی وحشت زده شده و من و همسرم توی مسیر خونه هستیم. توی همین حین که پلیس داشت خودش رو به صحنه جرم میرسوند، به آیزیا تماس گرفت که چک کنه حال خودش و خواهرش چطوره. آیزیا چون هول شده بود گفتش که وقتی توی دستشویی بوده صدای کوبیده شدن در رو شنیده. بعد داد و فریاد کسی رو شنیده که داشته محکم به در دستشویی میکوبیده. وقتی از دستشویی اومد بیرون، مرد مکزیکی رو دیده که از در پشتی داشته فرار میکرده. یه مرد مکزیکی قد بلند با موهای سفید بلند. وقتی پلیس ازش در مورد خواهرش پرسید، گفتش که اون مرد مکزیکی چندین بار با چاقو بهش ضربه زده و احتمالاً خواهرش مرده باشه. بارنی و کریستال قبل از پلیسا به خونه رسیدن. اونا آیزیا رو توی حالی پیدا کردن که روی مبل نشسته بود و توی دستش چوب بیسبال و توی اون یکی دستش گوشی تلفن بود. لیلا رو هم توی اتاق در حالی که روی کف زمین افتاده بود پیدا کردن. وقتی بارنی به اون نزدیک شد، دید که یه زخم خونی روی پیشونیش و یه عالمه خون روی لباسش بود. وقتی لباسش رو زد کنار، چندین زخم روی سینه‌اش دید که خون از این زخم‌ها جاری شده بود. بارنی همونطور که لیلا رو بغل کرده بود و داشت به سمت در می‌برد، احساس کرد که دیگه داره تموم میکنه. مرگ لیلا توی بیمارستان اعلام شد. علت مرگ توی بیمارستان اعلام شد. توی گزارش کالبدشکافی، علت مرگ ضربات چاقو بود که بیش از 20 ضربه چاقو توی ناحیه سینه اعلام شد. خانواده‌اش داغون شده بودن. آخه کی میتونست همچین کاریو با این بچه کرده باشه؟ این حادثه وحشتناک کل محله ولی اسپرینگز رو دچار شوک کرده بود. اونا دیگه تو خونه‌هاشون هم احساس امنیت نمی‌کردن. اونجا قرار بود یه محله امن و آروم باشه به دور از جرم و جنایات شهر. والدین دیگه حتی میترسیدن که اجازه بدن بچه‌شون برن بیرون بازی کنن. توی همین حین مسئولین تمام ساکنین اون محله رو بازجویی کردن که بفهمن اون روز کسی متوجه چیز مشکوکی شده یا نه. یکی از همسایه‌ها که خونش اون سمت خیابون بود گفتش که اون روز کسی رو ندیده که از خونه فاولرها بیاد بیرون. Nobody came out that door, plain and simple. I got a German wolf, 95 pounds. Every time somebody walks down that street, they start barking. When this all happened, there was no barks. ولی یکی از همسایه‌ها میگفتش که یه نفر رو دیده که از خونه فاولرها داشته بیرون میدویده و اون توصیفاتی مشابه به توصیفات آیزیا داده بود. پلیس به دنبال یه ادله یا یه سرنخی یه تیم تحقیقاتی کامل رو به اون منطقه اعزام کرد. اونا حتی غواص هم آورده بودن و تمامی راه‌های ورود و خروج به اون منطقه رو بسته بودن. حتی ساکنین باید کارت شناسایی نشون میدادن که اجازه ورود یا خروج به اون منطقه رو بگیرن. و افرادی که توی اون منطقه مشکوک بودن بازجویی شدن و به عنوان مظنون ثبت شدن. برای روزها پلیسای اون منطقه تمام وقت و منابعشون رو صرف این پرونده کردن به امید اینکه بتونن به این خانواده و اهالی اون محله جوابی بدن. ولی هر سرنخی به بمب ختم میشد. خونه فاولرها هیچ نشونه‌ای از ورود کسی یا دزدی نداشت. هیچ ادله‌ای وجود نداشت به جز حرف یه بچه 12 ساله و یه همسایه. هیچ کس توی اون محله اون غریبه‌ای که این دو نفر ازش میگفتن رو ندیده بود. تازه همین همسایه بعد چند روز داستانش رو عوض کرد و گفت که کسی رو ندیده.
تیم تحقیقاتی پلیس چندین چاقو رو از خونه برداشتن تا ببینن که ازشون برای ارتکاب جرم استفاده شده یا نه. بعدها مراسم یادبودی برای لیلا توی مدرسه جنیلند برگزار شد که صدها نفر توی مراسم حضور پیدا کردند. بعضی از همکلاسی‌های لیلا براش نامه نوشتن و نامه رو روی فنزای مدرسه چسبوندن. خانواده لیلا خیلی ریخته بودن به هم. اونا تیشرتای سفید با عکسی از لیلا پوشیده بودن. علل خصوص آیزیا خیلی داغون شده بود و تمام وقت توی مراسم به پدرش تکیه داده بود. اون میگفت که نمیتونم بپذیرم که باید با خواهرم خداحافظی کنم. تا این لحظه پلیس به آیزیا به عنوان مظنون شک نکرده بود، ولی به عنوان شاهد مدام با اون صحبت میکردن. اونا چندین بار باهاش مصاحبه کردن تا سعی کنن اطلاعات بیشتری در رابطه با اون روز به دست بیارن. ولی هر چند بار که داستان رو تکرار میکرد داستان عجیب تر میشد. همچنین یه سری تناقضات توی حرفاش بود. توی اظهارات اولیه گفته بود که اون مرد داشت داد میزد و به در دستشویی محکم میکوبیده. ولی توی اظهارات بعدی گفت که فقط صدای داد و بیداد اون مرد رو شنیده که بهش میگفته هی میدونم که تو اون تویی بیا بیرون، و بعدش صدای جیغ لیلا رو شنیدم. همون موقع بود که در دستشویی رو باز کردم و دیدم اون مرد داشت از در پشتی فرار میکرد و من تا در دنبالش رفتم. ولی یادم افتاد که خواهرم ممکنه به هم نیاز داشته باشه. برگشتم و سمت اتاق خواهرم دویدم و سر راه یه چاقو از روی کابینت برداشتم. فقط محض احتیاط این که ممکنه کسی اونجا باشه. وقتی به اتاق خواب رسیدم خواهرم رو در حالی که روی زمین بود با لباسی غرق خون پیدا کردم. طبق گفته‌هاش چاقو از دستش افتاده و اونو دوباره از زمین برداشته و اونو به آشپزخونه برگردونده و بعدش به کریستال زنگ زد. اینا جزئیاتی بودن که توی اظهارات قبلیش نگفته بود و افسر پلیس به این مورد مشکوک شد. توی مصاحبه دیگه ای اون گفت که اصلا وارد اتاق لیلا نشده و دم در مونده بود. ولی توی روز حادثه افسر پلیس روی بازوهای آیزیا خون دیده بود. پس چطوری این خون روی بدنش بود وقتی اصلا نزدیک خواهرش هم نشده بوده؟ و مورد دیگه این که یه تیشرت خونی توی اتاق آیزیا پیدا کردن که باعث شد پلیسا به این باور برسن که آیزیا میتونه به خواهرش آسیب رسونده باشه و در مورد اون مرد دزد دروغ گفته باشه. پلیسا باور داشتن چاقوی استیکی که با دقت زیادی شسته شده بود ولی با این همه حال اثرات خون انسان روش پیدا شده آلت قتل بوده. اگه داستان همونطوری که آیزیا تعریف کرده بود پس چرا اون دزد نشسته چاقو رو شسته و گذاشته توی کابینت؟ با اینکه آیزیا اصرار داشت که بیگناهه و به داستان اون دزد پافشاری میکرد بازداشت و به جرم قتل زندانی شد. همه از این اتفاق عجیب شوکه شده بودن. چطوریه که یه پسر 12 ساله از پس همچین جنایت وحشتناکی بر اومده؟ اهالی اون محله بزرگ شدن این پسر رو دیده بودن و هیچ نشونه یا علایمی ندیده بودن ازش که بخواد باعث نگرانی باشه. چی میتونه باعث شده باشه که همچین بلایی سر خواهرش بیاره؟ همیشه به نظر میرسید که اون با خواهرش جوره. والدین آیزیا از دستگیری اون وحشت زده شده بودن. اونا باور نداشتن که پسرشون توانایی آسیب زدن به خواهرش رو داشته باشه. توی جلسه دادگاه طی محاکمه دادستان گفت که آیزیا با ضربات چاقو خواهرش رو کشته، بعد از اون خودش رو تمیز کرده و بعد از تقریباً 1 ساعت برای کمک زنگ زده. دادستان گفت که آیزیا وقتی داشت با پلیسا تلفنی صحبت میکرد به طور غیر طبیعی آروم بود و 1 دقیقه و نیم طول کشیده که بهشون اطلاع بده خواهرش آسیب دیده. هولناکترین قسمت محاکمه زمانی بود که تصاویر جسد لیلا رو برای همه به نمایش گذاشتن. یکی از پزشکان کالبد شکافی شهادت داد که بیشتر جراحات زخمای کوچیکی بودن که با چاقو به حالت سیخونک زدن ایجاد شده بود که در وهله اول انگار که قصد قاتل ترسوندن و آزار لیلا بوده قبل از اینکه بالکل بخواد اونو بکشه. و اگه واقعا یه دزد وارد خونه شده باشه و به لیلا آسیب رسونده باشه دور از ذهنه که توی اون زمان کوتاهی که آیزیا وصف کرده بود بشه همچین زخمایی که با حوصله ایجاد شده رو اعمال کرد. یکی از پلیسای محقق پرونده گفت که توی سینک آشپزخونه و روی دری که آشپزخونه رو به گاراژ وصل میکنه اثراتی از خون پیدا کردن
و اینکه دستشویی از همه جای خونه تمیزتر بود. اون توی ادامه اظهاراتش گفت که لیلا روی طبقه دوم تخت مورد حمله قرار گرفته بود، ولی به روشی نامعلوم جسد روی کف اتاق پیدا شده بود و اینکه هیچ اثر رد پا یا خونی وجود نداشت که نشون بده لیلا با پای خودش به اون سمت اتاق رفته. پلیسای محقق پرونده معتقدن که کسی اونو حمل کرده یا اونو از روی تخت پرت کرده اون سمت اتاق. بالاخره دادستان با اظهار اینکه هیچ دلیل یا مدرکی وجود نداره که بخواد به داستان آیزیا صحت بده، پرونده رو مختومه اعلام کرد. ولی هیئت منصفه اصرار داشتن که محققین پرونده توی جمع‌آوری ادله کوتاهی کردن و اونا فقط توی مجرم شناختن آیزیا عجله داشتن و اینکه آیزیا هیچ وقت توصیفات اون دوز رو عوض نکرد. و زمانی که برای کمک گرفتن به پلیس زنگ زد خیلی پریشون بود و داشت گریه میکرد. آیزیا حتی وقتی پلیس بهش گفته بود که اگه به قتل اعتراف کنید توی مجازات تخفیف میگیری، به بیگناهیش اصرار داشت. کلاً هیئت منصفه معتقد بودن که دادگاه نتونست دلیل قانع کننده ارائه بده که دلیل ارتکاب این جرم چی بوده و اینکه به دور از ذهن پسری توی سن آیزیا بلد باشه چطوری صحنه جرم رو به این خوبی تمیز کنه. و در آخر توی تاریخ اکتبر 2015 آیزیا گناهکار شناخته شد و به عنوان یک قاتل زیر سن قانونی به 6 سال حبس محکوم شد. زمان دادن حکم قاضی گفت که اظهارات آیزیا منطقی نبودن. خانواده فالر از حکم قاضی خیلی عصبانی شده بودند و در حالی که همه خانواده به نشونه اعتراض داد و بیداد می‌کردن، بارنی با سرعت از دادگاه زد بیرون. بعدها خانواده آیزیا گفتن که از نتایج دادگاه ناامید شدن، چون اونا باور داشتن که قاتل هنوز اون بیرونه. اونا برای تجدید نظر روی حکم خیلی اصرار داشتن و باور داشتن که آیزیا به ناحق متهم شده. بالاخره در تاریخ فوریه 2018 توی حکم تجدید نظر شد و مجدداً برای همین پرونده دادگاه تشکیل شد. ولی با تأسف برای خانواده آیزیا توی دادگاه تجدید نظر باز هم آیزیا مجرم شناخته شد و تا سن 25 سالگی به موندن توی بازداشتگاه نوجوانان یا همون مراکز اصلاح محکوم شد. یعنی توی دادگاه دوم نه تنها تبرئه نشد، بلکه مدت زمان حبسش رو بیشتر هم کردن. این پرونده خیلی ناراحت کننده بود، مخصوصا چون که این خانواده هر دوتا بچهشون رو از دست دادن. با اینکه آیزیا مجرم شناخته شد، یه چیزایی توی پرونده با عقل جور در نمیان. برای مثال، آخه چطوری یه پسر توی این سن بلده به این خوبی صحنه جرم رو تمیز کنه؟ و اینکه از آیزیا چند تا تست دروغ با دستگاه دروغ سنج گرفتن و توی همه تستا موفق شد. شاید این تستا همیشه دقیق از آب در نیان، ولی یه متخصص با نگاه به نتایج تستاش گفت که احتمال اینکه داشته دروغ میگفته 2 از 1000. به این معنی که اگه واقعا آیزیا قاتل باشه خیلی دروغگوی حرفه‌ای بوده. همچنین موی متعلق به یه مرد روی لباس زیر لیلا پیدا شده بود که به هیچ کدوم از اعضای خانواده یا پلیسای صحنه جرم تعلق نداشت. پس چطوری این تارم اونجا رسیده؟ ولی خب یه قاتل چقدر میتونه زمان داشته باشه که بخواد اول بشینه جراحات مختلفی روی بدن لیلا به وجود بیاره، جراحاتی که منجر به مرگ نمیشن و صرفاً برای آزار و اذیت اون بوده. 20 ضربه چاقویی که با حوصله ایجاد شده نیاز به زمان زیادی داره. چطوره که توی این مدت زمان طولانی آیزیا متوجه نشده کسی داخل خونه است؟ و قطعاً زمان به وجود اومدن این جراحات خواهرش داشته جیغ میزده. از 20 ضربه چاقویی که خورده فقط یکیش مرگبار بوده که مستقیم به قلبش زده شده. و اینکه یه قاتل توی اون مدت زمان محدودی که داره چرا باید بشینه صحنه جرم رو تمیز کنه و چاقویی که باهاش قتل رو انجام داده خیلی تمیز بشوره و برگردونه توی کابینت. و در آخر اگه از دیدن این قبیل ویدیوها لذت میبرید عضو کانال بشید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید.